یه ویدیو دیگه. امروز قراره اتاقمو کامل مرتب کنم. منظورم از کامل واقعا کامله، یعنی یه جوری اتاق تکونی قرار انجام بدیم برای پاییز که داره میاد. اول از همه میخوام این کشوها رو این کشوها رو مرتب کنم. اینجا هم کشو هست و مال اینجا رو، و اونجا هم لباس هست، اونجا رو مرتب کنم. بعدش دیگه وسایل رو جابجا میکنیم. احتمالاً تختم بیارم اینور. اینطوری. کلا خراب شده دیگه. به خاطر اون فعلا اینجا میمونه که دیگه وقتی این تمیز شد میخوام اینو بندازم، اینم در میارم جیده رو. بالاخره اتاقم مرتب کردم و میخوام براتون یه روم تور بگیرم. امیدوارم که خوشتون بیاد. و فیلم بردارمونم اگه دوست داشتین بدونین کیه. الهی آینه برادرزاده کوچیک من الهیه که داره بهم کمک میکنه این ویدیو رو براتون آماده کنیم. Let's go. بالاخره تموم شد و رسیدیم به یک روم تور. اول از همه میخوام از اینجا شروع کنم که من این ویژن بورد سال 2020 در واقع سال 2020 سال 1403 چه میلادی میگم. آره. Find joy in the small things. اینو خیلی دوست دارم. بعد از اونجا میایم اینجا. کلا این قسمت مورد علاقه من تو اتاقمه. اینم چیزه، سالنامه احساساته. خیلی باحال. سال 1401 گرفتم. زیاد نمیتونم بگم نوشتمش، ولی اینجا چون رنگش خوشگل بود گذاشتم. و اینو خواهرم بهم داده بود. اینم یکی از دوستام. کلا کادو اینه همش. و کتابام که دارن بیشتر و بیشتر میشن. اینجا تم قرمز داریم، اینجا آبی و اون پایینا هم که دیگه زیاد رنگا رو چیز نکردم. بعدش گیتارم که بلد نیستم. و بعد از اینجا میایم اینجا و منو مشاهده میکنید. چیز خاصی اینجا نیست.
این کشوارم که کامل مرتب کردم، مثلا اینجا لباسای ورزشیمه یا اینجا مرتبه ها اینا. یکم حس کردم نامرتب دیده میشه اینجاها که چیزای خاصی نیست. و بعدش گل خوشگل من خیلی به اتاقم رنگ و رو میده و تختم رو گذاشتم دقیقا جلوی اینجا که قبلا اینجا بود ولی اینجا دیگه این اومده و اینم از این. و میایم اینجا که من بعد از تختم بیشترین وقتم اینجا میگذرونم. اینا رو ببینین. من چند سال پیش اینا رو در آورده بودم، پرینت گرفته بودم ازشون، برای رنگ میکردم و قرار بود یه دونه چیز درست کنم. عکسشو براتون میذارم، خیلی باحال بود ولی نمیدونم چرا هیچ وقت درست نکردم، یعنی تکمیلش نکردم. بخاطر اون گذاشتم بیرون که درست کنم حتما. و اینجا هم نقاشیام هست که گذاشتم بیرون براتون نشون بدم. بذار آخر روم تور نشون میدم. ببین اینو خودمون رنگ کردیم، مثل پیانوه، میبینین؟ خیلی باحاله، من خودم دوستش دارم. و دوباره من و اینجا هم که اینو گذاشتیم، پاتختی رو گذاشتم و کتاب جدیدی که شروع کردم به خوندن، Book Lovers. وقتی کردم بهتون میگم نظرمو دربارش. And that's it. بذار اینا رو هم نشون بدم بهتون. اینا هم خیلی باحاله ولی میخوام که اینو تغییر بدم. اینو تغییر میخوام بدم که لوگوی تیک تاکه. نمیدونم چرا خیلی رندومه. همین. گفته بودم میخوام این تابلو رو عوض کنم. یه فکری به ذهنم رسید، میخوام الان با هم انجام بدیم که الهی هم کمکم میکنه. سلام. الهی زهدانیم. واو خیلی خوب شد. میتونم به همه اینو خودم نقاشی بکشم بذارم. چرا این تا حالا به ذهنم نرسیده بود؟